صفتهای قرآن. الله سبحانه و تعالی قرآن کریم را با بسیار صحیفه های بزرگ وصف کرده است و مؤلف آن را برای ما آورده است. الله قرآن را کتاب روشن گفت. قرآن کتاب است که احکام و خبرهای در بر گیرنده دارد، یا که احکام و خبرهایی که در بر گرفته شده هستند آنها را به طرز روشن و واضح برای ما بیان میکند. و الله قرآن را ریسمان مستحکم گفت، ریسمان استوار گفت. قرآن پیمان قوی و مستحکم است که الله سبحانه و تعالی آن را برای رسیدن بر او و رسیدن بر حقیقت قرار داده است. و قرآن دارای سوره های محکم است. سوره های قرآن محکم هستند، یکی در آیه های قرآن، در سوره های قرآن نقص و اختلاف و تضاد مخالفتی دیده می شود و هر کدام مستقل هستند. آیه های قرآن روشن است. قرآن دارای نشانه های واضح است که به یگانگی الله، کلام صفتش و زیبایی شریعتش دلالت می کند. که قرآن دارای آیه های محکم و متشابه است. که در قرآن بعضی از آیه ها محکم هستند، بعضی از آیه ها متشابه هستند. محکم یعنی که آیه هاش روشن واضح است و دیگری از آن متشابه است، که معنای آن نهان از هر کسی او را نمیفهمد. و واسطه بر فهم و عقل درک انسان و محکمیت گفتن در اینجا به معنای روشن از آیه های محکم که از هر نقص و مخالفت حفظ می شود. و همچنین حق بودن قرآن حقیقت مطلق است که باطل از پیش او راه نمی‌یابد، چنانکه الله می‌فرماید لا یأتیه باطل من بین یدیه ولا من خلفه. باطل نه از پیش وی نه از پس وی نمی‌آید، نمی‌رسد. تنزیل من رب الحکیم حمید، نازل شده است از جانب آن پروردگار حکیم دانا که سزاوار ستایش است. قرآن کریم پاک است از سخنان منکران. قرآن از آن سخنانی که منکران اثبات می‌دهند نسبت می‌دهند بر این قرآن، مثل این که میگن شعر است، پاک است. الله میفرماید و ما علمناه شعرا، ما با درستی که پیامبر را شعر را که نآموختیم، بر او شعر تعلیم ندادیم. و ما ینبغی له، و اینم بر او شایسته نیست. این هو الا ذکر و قرآن مبین، با درستی که این ذکر است، یادآوری است و قرآن روشن است. منکران قرآن چنین گفتند فقال این هذا الا سحر یؤثر، گفتند سحر نیست که تأثیر کننده است. و گفتند این هذا الا قول البشر، این جز قول بشر، چیز دیگری نیست، سخن مردم است. و الله سبحانه و تعالی بر آنها چنین پاسخ داد به این منکران سأصلیه سقر، البته که ما جایگاه آنها را جهنم قرار میدهیم. این منکران